جان برابر تو را ما دوست داریم همچو مادر ای مکتبی با جان برابر تو را ما دوست داریم همچو مادر ای مکتبی با جان برابر تو را ما دوست داریم همچو مادر ای مکتبی با جان برابر و چشمی ما توی خورشیدی خاور چو مادر بهرمان با کرده آغوش چو مادر بهرمان با کرده آغوش یکی کردی به هم ما را برادر یکی کردی به هم ما را برادر ای مکتبی با جان برابر تو را ما دوست داریم همچو مادر ای مکتبی با جان برابر تو را ما دوست داریم همچو مادر ای مکتبی با جان برابر تو را ما دوست داریم همچو مادر السلام ای دوستانی بهتر از جان السلام تا شود این مکتبی ما چون گلستان السلام دست پیشی برگرفته ما گویم از این کلام نوری دیده تاج سر خوش آمدید ای دوستان در عرفه 3 سالگی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان تحفه صاحب خیرات شخص بزرگوار و تندوست فیض‌الله اسدالله به مطالب علمان این مؤسسه زیبا می باشد. مطالب علمان با چنین مردان خیرات می فخریم و یک جهان سپاس و تشکر خود را به آنها ابراز می داریم. وعده می دهیم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده نامبردار ملت و دولتی خویش باشیم. ما در اینجا خوانده‌دانا می شویم صاحب علم و توانا می شویم عهدی ما سوگندی ما باشد چنین با رهی پیشوای ملت می رویم خوش آمدید مهمانان عزیز خیر مبارک باشد. خدا خیر مبارک باشه. شما مبارک باشه. سلامت باشید. سلامت شما مبارک باشید. برای کار زیارت کنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. مبارک. خوش آمدید. برای این سفری که در اینجا کرده آمدید و قدم را کردید قدم هر یک قدم شما را خدای حسنات نیک عطا کند. این سرزمین ما شما به این سبب خدای تعالی اینجا آرام نگه دارد. پیشوای ملت امام علی رحمان شریف اوشا همیشه در بالای خلق همچون راهبر باشد. اون رزقش به خدا برکت یاد ایمانش کامل باشد. تینج و امان همه شما در این سرزمین اون بسر بری. الله اکبر. همه تون خوش آمدید. نور شهر برادران خوش آمدید. حرمتی فرزندی و پدر یوریت بجوا آوردن. در قبط این مثال گریم من فرزندوی دیارمون دیگرش هر کلامش باشد شینی توانایی قدیم و حرکت کردن خدمت کردن مهنت کردن. برای همین از خدای تعالی خواهانیم که برای همه همین عمر درازی با برکت رزقشون خدا فراخ کند روزگارشون را اینجا امان نگه دارد. همین جمعیت ما همیشه پروردگار آفتاب در روش تافته است. الله اکبر. خوش آمده همه تان. آقای وزیری معارف همراه فرزندی خداوند وکیل مجلس نمایندگان من بازی را میگم پیشترک هم گفتیم که وقتی که من محترم جناب یاری باور کردن همین وظیفه دارم یکم بخری من از جماعت دیوت الماسی بود یکانه من پیری کار برایم بخاری که حیثیت است وقتی که ما پیش نیاز داریم برای تصویری های دکتر محترم جناب یاری
برای دستگیری ادامه محترم جناب ولی یکمین شده در شهر ایسا در سابقه کاری من در نظر دارم من با خسته بودم که ما در زمینی شخصی خودم یک مکتب ساخته می‌کنیم. یه هم اگه شده باشد 5 ماه همون 5 ماه نامرد بشه محترم حاجی بابا خلیل‌الله خلیلی بسیار یک شعری زور داره کاری که شما کرده ابدی ثوابش در شما هست و خواهد موند میگه که مرد نمیرد به مرگ مرگ از اون نام جوست نام چو جاوید ماند مردنش آسان کجا ما باوری داریم که حاجی بابا نام شما ابدی جاوید میمونه و هر فرزندای ملت تاجیکی که در اینجا تحصیل میکنن اما ثوابش همه چیزش به شما میرسه بهترین اقدام من نسبت دیارداری خودم یک شعر خودم اختراع که اجازت دادم همین شعر خودم به شما گفته دهم خوش هوای تازه دارد دیارم توتکه در میان شهر و قشلاق نام دارد توتکه آب پایش هر سو جاری هم به باغ و کوچه ها سیب و انگور و انوار خوش میوزارد توتکه گر به صحرا میبروی خوش هوای دلکش است پیشترانی خوشقد و گلدختران در توتکه این اسد پیوسته شیر در وصف دیار راستی گپ را گویم دایم بهارای توتکه هم به تو خوش آمدید ایدی تو را سازمان دادن ایدی تو را سازمان دادن زیدانیش همه رو پیغام دادن ای مکتبی با جان برابر تو را ما دوست داریم همچو مادر ای مکتبی با جان برابر تو را ما دوست داریم همچو مادر ای مکتبی با جان برابر تو را ما دوست داریم همچو مادر ای مکتبی با جان برابر و چشمی ما توی خورشیدی خواهر چو مادر بهرمان با کرده آغوش چو مادر بهرمان با کرده آغوش یکی کردی به هم ما را برادر یکی کردی به هم ما را برادر ای مکتبی با جان برابر تو را ما دوست داریم همچو مادر ای مکتبی با جان برابر تو را ما دوست داریم همچو مادر ای مکتبی با جان برابر تو را ما دوست داریم همچو مادر یک مدت همین کودکای خوردی که از همینجا به مکتب به پایان میرن کودک های غلطی ده و خیسته و خودتن دو راه بی خط پیش هست خطرناکش هست بعد خودم با خودم همین یک فکر کردم که باید که در همینجا ما فرزنده یک جور شویم و یک مصلحت کنیم اگر من 32 سالم با جای درکاری آمدگی لیکن فرزندو قوی کاری یکون پرنده بزرگ در آسمان به قنات نمیپرد همه این قنات خطی هایی قنات پدر فرزند هایی بایگری پدر فرزند هایی همین چیزا با همین خیال من آمد و من این سلام فیروز کردم نه بیرام فیروز کردم باچه کلانه فیروز کردم من گفتم با شما همین قشاق که نو بنیاد شده با آینده با ترقی میکنه بسیار میشن همین فرزندای همینجا را مشکلی نبیاید بیاید که همینجا موید زمین خودمان هست شرایط داریم یا مکتب سازیم شما چی مصلحت میکنید
Yakını şurada Müslümanım farzandam Nematullah. Ana خیلی حکمت الله من نجیب الله همینا محب الله ما مصلحت دادن گفتن که چی چیزی که شما مقصد داره ما در خدمت ما خدمت میکنیم بعد همینا ما به اینابت گرفته باشیم روزی که مایلش که ما رو دعوت کردن و بردن ما همینا همونجا قبول کردیم که مایلش ما هم یک برای و خلق خودمون برای همین دیار خودمون مقصد اساسی من مکتب ابتدایی بود لیکن وقتی که ما کار سر کردیم همیشه با همین مرده که محسن زاده آمد هر دومان هم صحبت شدیم بعد خیالم با آمد که من گفتم از همین یک مکتب ابتدایی یا مکتب پوره 10 ساله سازیم همین عقیده در ما آمد و راهبری رایون قطع مصلحت کردیم با باشا قطع مصلحت کردیم گفتیم نعمتلو باشیم اگر وزبینی نکنه بیای همینا یک مکتبی 10 ساله کنیم که آینده با همین فرزند خلقه یک رو سرگردان رو تشویش نکردیم انا همین قدر کار باشیم برای ما یگان دیگر چیزی نیست ما از این دنیا جمع نمیکنیم برای دنیا کار نکردیم فقط خالصان ما برای دیارمون همین فکر کردیم برو مادم فرزندامون قطعی که در بین همین جمعیت همین کار کرده تیم چیزی که پدر میگم ما هم وقت تایوریم هم چی اقدامی میشه چی مسئولیتی میشه چیزی که میخواهند ما فرزندان وقت تایوریم که این پدر چی سخنی که کردن ما باید اجرا کنیم این اقدام اصلا از طرف پدری ما بود ما کوشش کردیم که حسابی خودمون بعضی رفیقا بعضی دستگیری کردن اکای دودارو شوری شده خیلی کوشش کردیم که تسرک همین کار کنیم همین مردمی همین دهها از همین حالتی وزبینی و راه و سبک شود این اقدامی اصلا اقدامی وجبه ما با تیاریم که اقدامی آینده شدم همه وقت تیاریم 30 سال شد همین قشلاق آباد شدگی همه جا 89 خوجاییه همه همین فرزانده دو سه تا فرزانده همین 3 کیلومتر میرم نمیو مکتب با عذاب مشقت لای باران بر میاد میره اکنون این آدم قیمتش جوش شد خیلی همین کار با کلا گرفت زمینی که در دولت داده بود برای نزدیک حوالگی علوی همون زمین همین برید برای که زمین 10 سال که شهر داد من ساختمان سر کرد من امروز مکتب نو من بنیاد شد بهترین کاره نام این آدم چیکار که شاعر گفته که زنده و جاود مان هر کی نکن نام زیست که عقیبش ذکر خیر زنده کنم نام رو 1000 سال شد رو دکه نامش رفته نام اینم 1000 سال همه میره برای که آبادی کرد در برای آبادی حرکت کرد در برای خودش نکرد همه برای خلق کرد برای فرزند خلق این بهترین کاره من فکرم که این کار هر خلق نمیکنه خداوند عمری دراز کرد با این عمری دراز سر بینن فرزنداش برکلام شود فرزند خدا هدایت کرد در راه راست از بالای آسمانی زمین نیاز داره فرار مقصد دینیاش رو عملی گردونه نبیرهاش ابیراش همش بعد 1000 ساله ها نام همین خدا میگیرن این نوره به این نوره گفته رفتم نگیرم رفتم نگیرم خیلی انا نام همین آدم زنده و جاود مانده کن از عقیبش ذکر میکنه عقیب ذکر عقیبش فرزنداش میکنه نام اینو میگیره نبیرهاش میکنه این بهترین کاره هر یک آدم حرکت میکنه بعد اثرش همین نام نیکش گیرن نام نیک این آدم میگیرن اونش دراز شد خدا هدایت کنه الله اکبر من همچون پدر از فرزندان خودم رضا برای هر یک کدام این خوشی های زندگی ها خوشی های بسال کنیم عمره نکو کوری های همه اینها با من مثال کنیم از پروردگار خواهانم که برای اینها روزگارشان تنگ باشد عقلشان کامل باشد هیچ وقت اینو کمی زندگی نبینن عمر خودشان در خدای تعالی خودش برکتیت پیشوی کارشان خدا تیت این جمعیت با همیشه یک حصه گذار باشند همین جمعیت دیاری ما همیشه تنگ و آرام باشد همیشه نفس آزاد کشند الله اکبر ایدی تو را سازمان دادن ایدی تو را سازمان دادن زیدانیش همه رو پیغام دادن ای مکتبی با جان برابر تو را ما دوست داریم همچو مادر
جان برابر تو را ما دوست داریم همچو مادر عیار مکتبی با جان برابر تو را ما دوست داریم همچو مادر عیار مکتبی با جان برابر و چشمی ما توی خورشیدی خواهر چو مادر بهرمان با کرده آغوش چو مادر بهرمان با کرده آغوش یکی کردی به هم ما را برادر یکی کردی به هم ما را برادر عیار مکتبی با جان برابر تو را ما دوست داریم همچو مادر عیار مکتبی با جان برابر تو را ما دوست داریم همچو مادر عیار مکتبی با جان برابر تو را ما دوست داریم همچو مادر